الو، سلام فریبا جان، چطوری؟ خوبی؟ فدات شم. چه خبرها؟ چیکارا کردی؟ ببین فدات شم، این وقت استودیو گرفتی، پس فردا شب باید برم بخونم ها. داره میره مسافرت، دیگه وقت ندارم بعدشو. آره. برای آرایشگاه وقت گرفتی؟ آخه فردا شب خونه مهین خانم مهمونی. اصلا هم حوصله‌شو ندارم ها. اونجا که میری همش از جواهراتشو، نمیدونم سفرهای اروپاشو، پالتوهای پوستشو، منم که میدونی حوصله حرفا رو ندارم. ولی بالاخره مجبوریم باید بریم دیگه. آره. فلایرها رو هم فرستادی برای سیاست؟ آره فدات شم. ببین راستی امشب قرار داریم با همین چپخیز بعد بریم این آگهی‌های کلاب کیجو مال شنبه 11 جون رو درست کنیم. بعدم من خیلی خستم، دیشب تا ساعت 3 و 4 میخوندم، برنامه داشتم، میخوام بریم اونجا سریع کارمون رو انجام بدیم برگردیم. فدات شم، دیر نیا یا فقط. آره قربونت برم، پس منتظرتم، منم خیلی خستم، تو رو خدا زود بیا. قربانت. پس زنگ بزن من بیام پایین. خدافظ. باشه بای عزیزم. اوه خدا چقدر خستم. ای بابا، من اینجا چی کار میکنم؟ من قرار بود برم الان برنامه دارم کلاب کیج، قرار بود برم آگهی ها رو با حمید شبخیز درست کنم. حمید شبخیز این زیر سر اونه. هفته قبل نشستیم من و فریبا گفتیم میایم برنامه رو تصاحب میکنیم و آگهی نمیذاریم و این ترسیده من برنامه رو صاحب بشم. ولی فکر کرده با سیاست و از راه دوستی من کاری میکنم که هر هفته تو برنامهش باشم و جلو این آگهی ها رو بگیرم. آخه این هم شد برنامه، همش آگهی آگهی سلام. چقدر شما حلال زاده ای؟ همین الان داشتم خوابتون رو میدیدم. خوبی؟ همه چی رو به راهه؟ ولی خواب خیلی وحشتناکی بود. آره شما خوب هستی؟ بله اتفاقا الان دارم چند تا آگهی برات میارم. اولیش آگهی اورنج کانتی 11 جون در کلاب کیج. بله اتفاقا با فریبا تصمیم گرفتیم چون برنامه‌های شما واقعا خیلی عالی شده. بله قبلا هم که گفته بود. بله قراره از این هفته هر هفته من و فریبا به هر حال به یه نحوی تو برنامه شما شرکت کنیم. آره همینجا. الانم دارم آگهی ها رو میارم. اوکی پس میایم با هم صحبت میکنیم دیگه. قربان تو. سلام به همه دوستان برسید. قربانم. خداحافظ. قربان. شما یادتون نره همین شنبه کلاب کی